رئیس جمهور نه یک بار وعده کردند که کفالت شفافیت انتخابات را به دوش میگیرند و انتخابات حتما شفاف خواهد گذشت. لیکن ببینید نه همه طرفدار شفافیت انتخابات هستند. این جمعشوی ما بالای برف ایستادن شما هم از همین درک میدهد. ما رئیس خواهش کردم، فرمان دادن که ما با احساسات داده نشویم، لیکن برای در همین حال به احساسات داده نشدن هم اقلا باید مانند رئیس حزب نصر اسلام بزرگ بود. ما هم بزرگی را نداریم و به احساسات داده شدیم و این احساسات ما هم انشاءالله که به خاطر خدا هست و ما انشاءالله به این احساسات از روی این احساسات عشق خواهیم گرفت. لیکن نگاه کنید، رئیس جمهور وعده کرد که انتخابات شفاف خواهد گذشت، لیکن شفاف نگذشتن انتخابات این ضربه شدید